به نام خدا و با سلام به خدمت دوستان همیشه همراه. امیدوارم که تعطیلات آخر هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته معاملاتی پیش رو براتون پرسود باشه. در این ویدیو با همدیگه در ابتدا اخبار اقتصادی پیش رو با همدیگه مرور میکنیم و در ادامه چارت بیت کوین و طلا رو هم با همدیگه تحلیل خواهیم کرد. فردا دوشنبه اخبار اقتصادی که خواهیم داشت، شاخص تولید صنعتی آلمان، شاخص فناوری مصرف کنندگان، نشست کشورهای عضو ناحیه یورو و سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان. و سه‌شنبه هم اخبار مهمی که داریم: تولید ناخالص GDP فصلی 3 ماهه چهارم، گزارش موقعیت شغلی اشغال نشده روی USD دلار امریکا و چهارشنبه هم گزارش هفتگی ذخایر نفت خام API رو خواهیم داشت و در ادامه سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، شاخص بهای مصرف کننده CPI ماهانه، شاخص بهای مصرف کننده خالص CPI سالانه و همچنین شاخص بهای مصرف کننده ماهانه روی دلار، گزارش هفتگی ذخایر نفت خام روی دلار و همچنین بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا روی کد. و دوباره یه اخبار دیگه روی کانادا داریم: تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا. کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی کانادا رو هم در همون روز چهارشنبه خواهیم داشت و در ادامه روز پنجشنبه اخبار مهمی که داریم روی دلار امریکا، شاخص مدعیان بیکاری امریکا و همچنین شاخص بهای مصرف کننده PPI ماهانه. و در ادامه میرسیم به روز جمعه که مهمترین اخبارش روی پوند هست: تولید ناخالص داخلی GDP و ساعت 10:30 هم شاخص بهای مصرف کننده روی یورو و اخبار بسیار عالی. دوستان عزیزم، در ادامه چارت بیت کوین رو با هم دیگه تحلیل داشته باشیم. ببینید در تایم فریم 4 ساعته داریم بررسی میکنیم و اینکه بعد از یک صعود خیلی پرقدرت حدوداً و بعد از ثبت ATH در $109,000 از بیت کوین، تقریباً میشه گفت که حدود 3 ماهی است که بیت کوین وارد فاز رنج و فاز توزیع شده و بالاخره این DP یا ناحیه‌ای که کل این رنج رو بالای خودش نگه داشته بود شکسته شد و قیمت پایین این ناحیه‌مون تثبیت داد و در برگشت به سمت بالا که در این نواحی حاوی سفارشاتی بود، سفارشات رو جمع آوری کرد و فعلا قیمت داخل این رنج باکسمون قرار داره و بیشتر فاز نزولی به خودش گرفته. اینجا هم که همونطور که مشاهده میکنید یک دبل تاپ شکل گرفته که خب درست یک پترن کلاسیک ازش یاد میشه، اما در حالت کلی چرخش قیمت و تشکیل سوینگ اینجا مورز هست و در ادامه انتظار داریم بعد از شکست پرقدرت این کف ثبت شده که حدود قیمت $78,000 هست، بعد از بریک این کف قیمتی انتظار ریزش بیشتر رو از بیت کوین میتونیم داشته باشیم. اما در تایم فریم پایین‌تر بررسی میکنیم. توجه کنید دوستان، فعلا بیت کوین در رنج قیمتی $78,000 الی $95,000 در حال نوسان هست و تقریبا اینجا هم از بالا هم از پایین فشردگی تراکم قیمت رو داریم و انتظار داریم قیمت دوباره به سمت بالا یه برگشتی بزنه و از نواحی قیمتی احتمالاً از $89,000 دوباره با برداشتن سفارشات این ناحیه نزول قیمتی رو از بیت کوین شاهد باشیم. بسیار خوب دوستان، با همدیگه یک تحلیل جزئی و کوتاه
از اونس جهانی طلا رو داشته باشیم. از تایم 4 ساعته شروع میکنیم. ببینید بعد از یک رالی قیمتی پرقدرت و ثبت قیمتی از طلا رو در تراز قیمتی $2950 شاهد هستیم و اینجا تضعیف قیمتی سود طلا و بریک یک کف قیمتی معتبر و ثبت قیمتی $2800 و دوباره ریتست به سمت نواحی بالاتر که 3 روز هفته گذشته رو شاهد رنج قیمتی از طلا بودیم و تایم رو عوض میکنیم میریم برای 15 دقیقه. خب ببین دوستان، انتظاری که از طلا داریم در هفته معاملات جدید چه از سمت بالا و چه از سمت پایین حرکت قیمتی رو داشته باشیم، میتونیم روند کوتاه مدت طلا رو پیش بینی کنیم. باید ببینیم که ریاکشنش به این نواحی بالا و پایین چی هست و که در ادامه تحلیل بهتری رو داشته باشیم. اما سناریویی که ما میتونیم برای طلا در نظر بگیریم اینه که یک حرکتی به سمت بالا داشته باشه و با هانت این نواحی بالا دوباره یه حرکتی در قالب این رنج قیمتی به سمت پایین داشته باشه و دوباره ریاکشنش به این نواحی رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. خروج قیمتی از هر جهت میتونه طلا رو در همون جهت هول بده و روند هفته معاملات جدید رو برای ما رقم بزنه. دوستان امیدوارم که براتون مثمر ثمر واقع شده باشه. خوشحال میشیم چنل ما رو سابسکرایب کنید، حمایت، شیر، لایک و کامنت یادتون نره و ما هم در ادامه با انرژی که از سمت شما دریافت میکنیم و تحلیل ها و آنالیز های بهتر و مفیدتر براتون آماده کنیم و در چنل قرار بدیم. امیدوارم هفته معاملات جدید رو به خوبی شروع کنید و هفته پرسود و پربرکتی رو داشته باشید. خدا نگهدار.